دوست داری ژلیش ناخن طبیعی بیشتر از 1 ماه رو دستت بمونه؟ ادامه ویدیو رو نگاه کن، بهت چند تا نکته میگم که اگه رعایتشون بکنی ژلیش ناخن طبیعی بیشتر از 1 ماه ماندگاری داره. یه لایه نازک پرایمر میزنم، تاکید میکنم نازک به کوتیکول هامم اصلا نچسبه. تو مرحله دوم 1 لایه نازک از بیس ژل استفاده میکنم. تاکید میکنم لایه ها نازک زده بشه، به هیچ عنوانم به کوتیکولتون نچسبه. اون رازی که بهت میگفتم توی این مرحله است. 1 لایه نازک از رابر ژلم روی ناخن میکشم. این رابر ژل کمک میکنه که ماندگاری لاک ژلتون بره بالا و اصلا لب‌پر نشه. اولین لایه خیلی نازک. حالا لایه دوم لاک ژلم رو اجرا میکنم، منتها این بار یه مقدار حجیم تر. حالا تاپ کات میزنم و از نتیجه کارم لذت